وزارت موارد و علم جمهوری تاجیکستان روز 15 ینور سال 2023 با نشر یک اطلاعیه ویژه از همه شهروندان خواسته است که به هر گونه خبرهای بی اساس و فیکی که گویا تعطیل خوانندگان تا 25 ینور یا تا 1 فوریه تمدید شده است باور نکنند. گفته می شود چنین خبرها دوام روز 15 ینور توسط مسنجرها و شبکه‌های اجتماعی پخش شده میان اهالی نافهمی‌های زیادی را به میان آورده است. از این رو وزارت موارد و علم تاکید کرده است که شهروندان به هر گونه خبرهای فیکی باور نکنند و تنها به خبرهای اعتماد نمایند که در سامانه رسمی این وزارت نشر شده است. وزارت موارد و علم بار دیگر به توجه تربیت گیرندگان مؤسسه‌های تا مکتبی، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی، آموزگاران و پدر و مادران می‌رساند که با در نظر داشت سر آمدن هوا و ادامه یافتن آن، این چنین با مقصد حفظ سلامتی تربیت گیرندگان و خوانندگان در اساس فرمایش وزیر موارد و علم جمهوری تاجیکستان در مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات عمومی جمهوری نوابسته از شکل تشکیلی و حقوقی تعطیل زمستانه خوانندگان تا 20 ینور سال 2023 تمدید کرده شد. مشغولیت‌ها در مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات عمومی از 20 ینور آغاز می‌گردند. تاکید شده است در اطلاعیه وزارت البته اگر تا 20 ینور هوا خوب شود، هواشناسان میگویند تخت و تاز سردی‌ها در تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی میتواند تا 25 ینور دوام کند.